خوب سلام دوستان، اینک درسی دیگری را از سلسله درس‌های آموزشی زبان روسی تقدیم شما میکنم. در این درس درباره تلفظ حرف یا در کلمه‌های روسی صحبت میکنیم و میبینیم که حرف یا در کلمه‌های زبان روسی پس از بعضی از حرفها آ تلفظ میشود. همچنین در این درس ما درباره اهمیت زده در کلمه‌های زبان روسی صحبت میکنیم و در این درس همچنین درباره اهمیت لغت‌ها در آموزش طرز تلفظ کلمه‌ها صحبت میکنیم. اگر شما این درس‌ها را تماشا کنید و دنبال کنید این درس‌ها را، اما اگر از لغت‌های زبان روسی استفاده نکنید، در آن صورت پیشرفت خوب کرده نمیتونید. خوب، همون گونه که پیشتر گفتم، ما حالا میبینیم که در کدام حالت حرف یا در کلمه های زبان روسی آ تلفظ می شود. حرف یا پس از حرف های ش، چ، ش و ژ آ تلفظ می شود و در این صورت زده در کلمه بالای هجای می افتد که حرف یا آن را به وجود آورده است. این حرف ها را، یعنی حرف های ش، چ، ش و ژ را در زبان روسی حرف های شیپیاشی، یعنی شیپیاشی ساگلاسنی میگویند، یعنی صداناک های شوست میکردگی یا فشست میکردگی، یعنی نوی صدای مثل شرستی آب یا مثل فشستی جوشیدنی آب و مانند همین. به همین خاطر هم اینها را چی میگویند؟ شیپیاشی میگویند. و پس از همین چهار حرف یا آ تلفظ می شود و حالا چند کلمه را می بینیم که در آنها حرف یا آ تلفظ می شود. برای این کلمه ها را ما در یک جدول آوردیم که در اینجا طرز نوشتشان را نوشتیم. در ستون اول، در ستون دوم ما طرز تلفظشان را نوشتیم و در ستون سوم معنایشان را آوردیم. اول کلمه چی را می بینیم؟ شلک با یا نوشته می شود، اما تلفظ می شود چی؟ شلک، که معنایش به زبان خودمان چی؟ ابریشم یا ابریشم است. و کلمه دیگر چورنی که با یا نوشته شده است، می بینید از دو هجا عبارت است. زده در بالای هجای اول افتاده است، در هجای اول چور و هجای دوم نی و تلفظش چورنی شده است. اینجا ما دیدیم که یا تبدیل شده است به آ و زده در تلفظ هم در هجای اول اومده است و معناش چی است؟ سیاه. یا کلمه دیگر رو اگر ببینیم، کلمه شوتکا که این هم از دو هجا عبارت است، شوت و کا، و زده در هجای اول افتاده است و تلفظ می شود چی؟ شوتکا. یعنی یا رو میبینید در نوشته اینجا یا نوشته شده، اما در تلفظ چی؟ آ شده است، شوتکا شده است و معناش بر زبان خودمان شوتکا، چوتکا یا که بورس میگویند. و کلمه دیگر رو ما میبینیم، کلمه چی؟ ژولتی که ژولتی از دو هجا عبارت است، ژول و تی زده در هجای اول افتاده است و به همین خاطر هم بلندتر نسبت به هجای دوم تلفظ می شود. اصلا قاعده است، شما از این درس شاید فهمیده باشید که زده در بالای هر هجایی که بیفتد، آن هجا نسبت به دیگرها بلندتر تلفظ می شود و می بینید که با یا نوشته شده است و معنایش زرد است، اما تلفظش چخیل می شود؟ با او. اینجا می بینید که یا تبدیل به آ شده است و شده است ژول تی. زده همون گونه که میبینید در هجای اول است. و کلمه دیگر رو ما اینجا میبینیم که ژونی که با یا نوشته شده است، این هم دو هجا است، ژون و نی زده در هجای اول در هجای ژون افتاده است و تلفظش چی می شود؟ ژون نی که باز هم دو هجا است در تلفظم و دیدیم که حرفی یا آ تلفظ می شود
و معنای ژن پخته، به خصوص در رابطه با خشت پخته این کلمه را استفاده میکنن، یعنی ژن کرپیچ میگویند. همین چند کلمه بود. کلمه های دیگر را شما میتوانید با لغت ها مراجعه بکنید و در لغت ها کلمه هایی که حرفی یا دارن اونها را از نظر بگذارانید و از لغت ها یاد بگیرید. در این چند درس من شما را به لغت ها ارجاع نکردم، یعنی نگفتم که شما لغت را استفاده بکنید و شاید بر وقتتر باید میگفتم که حتما شما باید لغت زبان روسی همراهتان داشته باشید، به خاطری که اگر لغت زبان روسی را نداشته باشید همراهتان، یا که در اینترنت لینک لغت های زبان روسی را خودتان نداشته باشید، یعنی آنها را اشاره نکرده باشید و در صورت لازم آنها را استفاده نکنید، کار پیش نخواهد رفت در آموزش زبان روسی. حتما باید لغت ها را شما داشته باشید، یا به شکل کاغذی یا به شکل الکترونیکی، که این لغت ها را باز بکنید و کلمه ها را بیاموزید. خب دوستان، در همین جا به یک موضوع دیگر میخواهم توجه شما را بسیار جلب بکنم که حتما با زده در کلمه ها دقت دهید، یعنی توجه بیشتر بکنید به زده در کلمه ها، چرا که زده اگر نادرست استفاده شود در آن صورت کلمه میتواند معنایش تغییر کند. مثلا کلمه گفتیم وستی و ویستی که هر دوش یک گونه نوشته می شود، اما از لحاظ تلفظ فرق میکنند و در ویستی به معنای بردن زده در هجای دوم می افتد و وستی به معنای خبر یا اخبار زده در هجای اول می افتد و به همین خاطر هم معنای آنها از هم دیگر فرق میکنند. اما این را هم شما می توانید این تفاوت را در لغت ها ببینید، این کلمه ها را، و میبینید که اگر زده فرق کرده باشد در کلمه هایی که شکل نوشتشان یکسان است، در آن صورت آنها علاهیده داده می شوند، یعنی به عنوان یک کلمه داده نمی شوند به خاطر که معنایشان فرق میکنند. خوب، باز هم می آییم به موضوع اهمیت لغت ها و حالا در لغت ها میبینیم که زده چگونه ifade شده است. اینجا من نسخه یک ورق یک لغت را از اینترنت نسخه برداری کردم و اینجا برای شما گذاشتم که اینجا شما برایتون میخواهم نشان بدهم ببینید این کلمه ها چگونه مثلا در این کلمه ها زده اشاره شده است. اینجا میبینید کلمه ودیتل که ودیتل نوشته شده و زده در هجای دوم این علامت زده است گذاشته شده و معنایش البته راننده است و اینجا تفسیر داده است معنایش رو به زبان روسی که یعنی معنایش چیست. و اینجا مثلا شکل زنانه این کلمه ودیتل یا راننده را نشان داده که نوشته است ودیتلنیتسا، یعنی جنسی زنانه است. اگر راننده زن باشد ودیتلنیتسا می شود. یا اینجا کلمه ودیت رو میبینه که این هم از دو هجا عبارت است و ببینید زده در کجا گذاشته شده است و اینجا معناهایش آورده شده است. این کلمه رو یا کلمه ودیتسا آورده است، اینجا هم در هجای دوم افتاده است زده. و این کلمه ودکا هست، ببینید که مثلا زده در هجای اول افتاده است و اینجا نشان میدهد علامت زده رو که هجای اولش بلند تلفظ میشد. ودکا میگن، ودکا نمیگن. شاید ما تاجیکا ودکا بگیم اما در زبان روسی ودکا میگن. خب اینجا معناهاش آورده شده است. خب اینم به خاطر چی من این صفحه لغت را آوردم؟ به خاطر آنکه شما را تشویق بکنم که شما در آینده از لغت ها حتما استفاده بکنید، یا به شکل الکترونیک باشد یا به شکل کتاب که در دکان های کتاب فروشی فروخته میشن. لغت های روسی را همراهتون باید داشته باشید، یا که اگر موبایل داشته باشید همراهتون از اینترنت میتوانید این لغت ها را مثلا در حافظه موبایل های خودتان حفظ بکنید. هر دفعه لازم شد آنها را باز بکنید و کلمه ها را جستجو بکنید و با کلمه ها آشنا بشوید.
در غیر این صورت اگر شما از لغت‌ها استفاده نکنید پیشروی خیلی سخت است. حتما باید همراهتان لغت داشته باشید. خوب دوستان عزیز، امیدوارم که این درس خوشتان آمده باشد و درس‌های آینده ما را دنبال بکنید و زبان روسیتان را بهتر بکنید و اگر لازم بدانید پیوند، سلکه یا که لینک این ویدیوهای ما را به آشنایانتان، به دوستانتان، به اعضای خانواده‌تان بفرستید تا اینکه آنها نیز این درس‌ها را دنبال بکنند. اگر کمکشان کند ما در آن صورت خود را موفق می‌دانیم. همچنین اگر لازم بدانید و مناسب بدانید برای خود می‌توانید در زیر این ویدیوها علامت پسند یا لایک را فشار بدهید و دلبندی خود را به این درس‌ها نشان بدهید. امیدوار هستم که در درس‌های آینده باز با هم صحبت خواهیم کرد. در پناه خدا باشید.